قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو، گفتار 86. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در دولت تیمور و تیموریان. در نیمه دوم عصر علیشیر نوایی و سلطان حسین بایقرا که همچنین دانندگان قدری این ساحه های هنر حساب می شدند، هنرمندان مستعد را حمایت کرده آنها را به دربار جلب می نمودند. خصوصیت مینیاتور شرق خواه برای آرایش کتاب خدمت کند و خواه به طور جداگانه قطعه ساخته شده باشد این است که وی حجم و سایه روشن، عمق و دوری ندارد. چیزهایی به نظر بیننده در فاصله های گوناگون واقع شده به طریق عمودی از پست به بالا، چیزهای نزدیک در پایان و چیزهای دور در بالا جای داده می شدند. حجم چیزهای دور و نزدیک تناسباً از هم فرق نمی کرد، یعنی چیزی دور نظر به چیزی نزدیک حجماً خرد نمی شد. ولی این جهتهای مینیاتور را نه همچون نقصان بلکه همچون خصوصیت خاصی این نوع ایجادیات تصویری دانستند. نفاست تصویر، آب و رنگ فراوان به وسیله رنگامیزی و ساخت کمپوزیسیونی صورت افاده کردن حالت روحی و احساسات از جهتهای پرارزش مینیاتور حساب می یافت. در سرچشمه های خطی نام بسیار مینیاتور سازان عصر 15 که صنعتکاران زبردست زمان خود بودند ذکر شده است، لیکن به سبب آنکه مینیاتور سازان عادتاً در اثرهایشان امضا نمی گذاشتند، تحقیق ایجادیات اکثری آنها با نهایت دشواری انجام می یابد. در نسخه شاهنامه سال 1429 1430 در کتابخانه بایسونقر کتابت شده 20 مینیاتوری که چند نفر هنرمندان ساختند موجود است. محققان آنها را از بهترین نمونه های مرحله اولی رونق مکتب مینیاتور سازی عهد تیموری به قلم دادند. نفیسی و موزونی بلکه ظریفی صورت، روشنی رنگ و قسمت بندی مخصوص حتی در موضوعهای رسمی هم جهت فرق کننده این مینیاتورها را تشکیل می نمایند. مکتب مینیاتورسازی هرات در نیمه دوم عصر 15 به توسط یک عده هنرمندان ماهر به اوج ترقیات خود رسید. در بین این هنرمندان کمال الدین بهزاد تولدش بین سالهای 1450 1460 وفاتش سال 1536 37 مقام خاصه اشغال نموده است. رسام بزرگ آن زمان میرک نقاش از قابلیت فوق العاده پسر بچه یتیم کمال الدین آگاه شده او را تربیت و سرپرستی نمود. متاسفانه ایجادیات میرک نقاش هنوز به درجه کافی آموخته نشده است، زیرا فقط 2 مینیاتوری امضا گذاشته او معلوم است و بس. در کمالات بهزاد علیشیر نوایی نیز همچون غمخوار و مددگار خدمت شایسته نموده، برای به محیط آدمان استعدادناک و مدنی راه یافتن او امکانیت فراهم آورد. در تشکل ایدئال های استتیکی و ترقیات ایجادیات بهزاد محض همین محیط تأثیری بسا مفید و ثمره بخش رسانید. برای مینیاتورهای مرحله اول ایجادیات بهزاد
بیشتر رنگ‌های بنور و تضاد، قسمت بندی دینامیکی، سیر صورتی و پر کردن جا خاص است. چنانچه مینیاتورهایی برای ظفرنامه یزدی ساخته او از همین قبیلند. در مرکز دقت رسام شدت محاربه و جوش و خروش مهنت قرار گرفته است. تصویر میدان محاربه دو قشون به تصویر منظره مشابه در نسخه شاهنامه سال 1429 سی هیچ ماننده ندارد. در اینجا دو قشونی برابر به هم نزدیک شونده نی بلکه طوفانی رزم به نظر می رسد. در اینجا هر یک چهره تصویر شده فردی است. زد و برخورد جنگاوران ناگهانی، پرشدت و خیلی گوناگون است. مینیاتوری ساختمان مسجد جامع سمرقند از جهت مضمون تماما فرق می کند، ولی در اینجا هم شدت حرکت بر اعلا حس کرده می شود. دوریدگران و کندکاران دم نگرفته کار می کنند. نظارت کننده کارگریزی را جزا می دهد. عرابه پر از سنگ مرمر آمده ایستاده است. آدمانی بسیاری تصویر شده اند، ولی همه در قیافه و حالت گوناگونند. یکی سیر حرکت، دیگری آرامتر، اما همه در یک جایگی به تشویش و تردد کاری ساختمان کاملا موافقت دارند. بعضی محققان با ایمان کامل و بعضی محققان با اندک شک و شبهه یک چند مینیاتورها را که در مخزن‌های گوناگون مملکت ما محفوظ می باشند به قلم بهزاد نسبت می دهند. مثلا به عقیده صنعتشناس سویتی گالرکن یک چند مینیاتورهایی که در کتابخانه عاموی دولتی به نام سالتیکوف شدرین شهر لنینگراد محفوظ می باشند اثرهای بهزاد گفتن ممکن است. اکیموشکین، ایوانوف، اشرفی در این بابت خیلی با ملاحظه اظهار عقیده می کنند و چنین می شمارند که بعضی از این مینیاتورها بی شک و شبهه به قلم شاگردان بهزاد تعلق دارد و موافق اسلوب خود بهزاد کشیده شده‌اند. و این مینیاتورها کمپوزیسیون شینم و متناسب، نزاکت و لطافت هر یک پیچ و تاب خط، تأثیر مکمل و دلاشوب رنگ خاص است که این فقط به استادان زبردست میسر می شود. و گفته محققان مینیاتورهای فارسی، مینیاتورهای اصلی بهزاد صاحب چنان کمپوزیسیون مکمل می باشند که در اساس قانون و قاعده های عمیق و دقیق متماتیکی ترتیب یافتند و آدمان در رسم چنان جای می گیرند که اکثر وقت گویا یک دایره پیدا می شود. در بعضی رسمهای خود بهزاد این اسلوب خود را آشکارا به قلم می دهد. در بعضی رسمهایش باشد برعکس بروی این اسلوب خود پرده می کشد و آن را ناعیان استفاده می برد. بهزاد به قاعده و قانونهای معلوم و مقرری رسم کشی ایجادکارانه مناسبت می کرد و قاعده و قانونها را از نو می ساخت، تغییر می داد، دیگر می کرد. محض چنین مناسبت ایجادکارانه بهزاد و در عین حال ادراک نهایت نازک و لطیف تابش رنگ و نمودی طرح مینیاتورهای او را اینقدر بی همتا و بی امثال کردند. مکتب مینیاتورکشی عصر 16 تبریز از ایجادیات بهزاد فراوان بهره برداشته است. سال 1522 شاه اسماعیل صفوی بهزاد را به تبریز برده سردار کتابخانه تعیین می کند که وظیفه وی راهبری به مینیاتورکشان دربار بود. در دوره‌های اول اسلوب مینیاتورکشی مکتب تبریز در اساس اسلوب کمپوزیسیون سازی و رنگ‌وباردهی رویه هرات انکشاف می‌یافت. به این جهتی مسئله مثلا رسام عصر 16 صادق بیک افشار نیز اشارت نموده نوشته بود که عنعنه محلی با اسلوب بهزاد زیچ آمیزش یافته بود. محققان این چنین قید کردند که تأثیر مکتب هرات در مینیاتورهای عصر 16 بخارا نیز به نظر می رسد.
در آخر عصر 15 ایجادیات بهزاد بیشتر به تفکر و احساسات قلبی نزدیک می شود و اکثراً به تصویر منظره های طبیعت رو می آورد. چنین کیفیتی صنعتکاری بزرگ در مینیاتورهای لیلی و مجنون خسروی دهلوی عکس یافته است. موضوع عشق معصوم و ناکام در آثار بهزاد افاده خیلی تأثیر بخش و شاعرانه خود را پیدا نموده است. بهزاد صورتگری ممتاز هم بود. در آفریده های او بعضی شخصانی تاریخی از جهت قیافه به همزمانانش مانند شدند. مثلا در یکی از مینیاتورها اسکندر مقدونی به خود قیافه سلطان حسین بایقرا را گرفته است. همچنین مینیاتورهایی هستند که صحنه‌های زندگی درباریان را انعکاس می کنند و در این بین صورت سلطان حسین و یا یکی از درباریان نیز به نظر می رسد. اما صورتهای علاهیده سلطان حسین و محمد شیبانی خان از شاهکاری های بهزاد در این نوع صنعت رسامی به شمار می روند. بهزاد در صنعت رویه تازه به وجود آورده استادی یک مکتب مخصوصی نقاشی زمان گردید. او شاگردانی بسیاری داشت. یکی از نقاشان مشهوری آن عصر قاسم علی نیز مطابق معلومات بعضی سرچشمه ها از شاگردان وی حساب می شد. معاصران چنین می شمردند که تفاوت اثرهای این دو استاد صنعت را فقط دانشمندی ظرافت‌بین می تواند درک نماید. متاسفانه از مینیاتورهایی که بدون شبهه به قلم قاسم علی تعلق دارند یگان تا هم تا زمان ما نرسیدند. مکتب مینیاتورسازی هرات در آخر عصر 15 و ابتدای عصر 16 اصولاً حل قسمت بندی نظر به نیمه اول عصر 15 کم تغییر یافته را به عمل تطبیق نمود. در عین زمان با عقیده صنعت شناسان در مینیاتورهای آن تمایل ریالیستی بیش از پیش افزوده، میل و کوشش فردی کنانی و حتی افاده نمودن حالت روحی پرسنش‌ها تقویت می‌یابد. تصویر طبیعت مرکب تر می‌گردد. مهارت و هنری صنعتکاران به درجه بلندی تکامل خود می‌رسد. اثرهای ماهرانه آفریده مینیاتورسازانی زبردست عصر 15 یکی از قله‌های مدنیت بدیعی شرق حساب می‌یابد. علم و ادب در نیمه دوم عصرهای 14-15. یکی از عالمان معروف زمان تیمور که بارها در مباحثه های علمی دربار او شرکت نموده است، سعدالدین مسعود ابن عمر تفتازانی 1332-1389 می باشد. سعدالدین تفتازانی تا آخر عمر خود در غژدوان، جام، خوارزم، ترکستان، سمرقند، هرات و سرخس به درسگویی مشغول شده دایر به صرف و نحو، فقه و علمی بیان رساله های زیاد تعریف نموده است که هنوز از وقتی در قید حیات بودن او به قطار کتاب های درسی داخل گردیدند. مورخ برجسته آن دور احمد ابن محمد ابن عرب شاه 1392-1450 در دمشق تولد یافته از سن 8 سالگی در سمرقند اقامت نموده است. اثر اساسی او عجایب المقدور فی نوایب تیمور نام کتابی است که در آن خصوصیت‌های منفی تیمور نهایت درجه سخت و نسبت به آن زمان خیلی جسورانه مذمت می شود. دیگر از مورخان معروف نظام الدین شامی سال 1404 با عنوان ظفرنامه تیموری کتابی نوشت. شرف الدین علی یزدی وفاتش 1454
در سال 1425 با نام ظفرنامه اثری مشهوری خود را تألیف نمود که آن هم به عهد تیمور بخشیده شده است. در عصر 14 ادبیات بدیعی نیز ترقی کرده ادیبانی برجسته‌ای به وجود آمدند که در بین آنها کلاسیکانی مشهوری نظم فارس و تاجیک شمس الدین محمد حافظی شیرازی وفاتش 1389 و کمال خوجندی وفاتش تخمیناً سال 1402 موقعی بزرگی را اشغال می کنند. در اثرهای آنها بیشتر غایه‌های ترقی خواهانه زمانه منعکس گردیدند. حافظ در ایام کودکی خیلی بر وقت از پدر یتیم ماند. مادرش که امکانیت خواندن فرزندش را نداشت او را به تربیت شخصی گذاشت، لیکن حافظ به زودی خانواده این شخص را ترک نموده به نانوای شاگرد شد. چندگاه در مدرسه هم تحصیل کرده یک قدر معلومات به دست آورد. بعدها وی زندگانی درویشانه به سر برده متصل به کسب دانش مشغول گردید و دیری نگذشته همچون شاعر شهرت یافت. شعرهای حافظ هنوز در ایام حیات او در بین عامه خلق خیلی پهن شده، تدریجاً یک قسمت آنها به فولکلور نیز داخل گردیدند. حالا هم حافظ در تاجیکستان، ایران و افغانستان از محبوب ترین شاعران به شمار می رود. مردم اشعار دلنوازی او را با شوق و ذوق می خوانند. رول حافظ در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک به غایت بزرگ می باشد. و شاعری است که نوعی لیریک یعنی غزل را به درجه عالی تکامل رسانیده به آن مضمونهای تازه داخل کرده است. به غزلیات حافظ در برابر موضوع عشق و می، زیبایی و خوشگلی، فکر و اندیشه های عرفانی جهت اعتراض نسبت به بی‌عدالتی های اجتماعی نیز خاص می باشد. حافظ در شرایط عصر میانه تا به درجه مبارزه برای شأن و شرف و قدر و قیمت انسان رسید. و اکثر وقت همه آن چیزی را که در تفکر او پیدا می شد اظهار کرده نمی توانست. شاعر که با شرایط و محیط تیره دور مراسا نمی کرد، غالباً به خود نقابی رندی کشیدن را افضل تر می دانست. با وجود این مضمون اساسی نظم حافظ را نه شادی و خوشحالی لاقیدانه و نه وصفی زیبایی برای خود زیبایی چه نوعی که شرق شناسان برژوازی وانمود کردنی می شوند و نه اندیشه های سربسته تصوف، بلکه حسی نارضایی نسبت به بی انصافی های اجتماعی زمانه فراهم آورده است. شعرهای عاشقانه حافظ احساسی بلند و شوق و رغبتی بی پایانی آدمی را ابراز نموده، دروغ و ریا را مذمت و پسندیده ترین خصلت‌های انسان را تلقین می کنند. به طریق نمونه این غزل حافظ را که پر از مجاز و کنایه های هدف زن می باشد می آوریم. من نه آن ریندم که ترکی شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. چون صبا مجموعه گل را به آبی لطف شست، کجدلم خواند گر نظر بر صفحه دفتر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نامی فسق، داوری دارم بسی یا رب کی را داور کنم. عشق دردان است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. من که دارم در گدایی
گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردشی گردونی دون پرور کنم. عاشقان را گر به آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم. با وجودی بینوایی رو سیه بادم چو مه، گر قبولی فیض خورشیدی بلند اختر کنم. من که امروزم بهشتی نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. شیوه رندی نلایق بود وصفم را، ولی چون در افتادم چرا اندیشه دیگر کنم. معاصران حافظ مضمون تصوفی اشعارش را به نظر گرفته او را هنوز در وقت زندگیش لسان الغیب نامیده بوده. بعضی روحانیان متعصب پس از مرگ حافظ شعرهایش را صاف از نقطه نظری دینی و تصوفی معنیداد کردنی شدند. مثلا آنها ادعا می کردند که آبرزهای غزلیات او گویا اصلا معنی مجازی دارند، یار اشاره به خداست و غیره. دیات ذکاوتمند اشارت حافظ را همچون افاده اعتراضی ضد زهد و ریا درک نمود. او در دیوان غربی و شرقی خود کتابی مخصوصی شعرهایش را با عنوان حافظنامه به شاعری بزرگی فارس و تاجیک بخشید. مجاز و کنایه ها در اشعار حافظ برای افاده غایه های انسان دوستی این شاعری بزرگ خدمت می نمود. کمال خوجندی ایام کودکی خود را در خوجند گذرانیده و دوره تحصیلش را در سمرقند به اتمام رسانیده، سپس به تبریز رفت و در دربار حاکم آنجا قرار گرفت. وقتی که خانی آلتین ارده توختمیش خان تبریز را ضبط نمود، کمال به اسیری افتاده به سرای پایتخت آلتین ارده برده شد. او پس از چند سالی محبوسی به تبریز برگشته تخمیناً در سال 1400 وفات کرد. کمال خوجندی نیز یکی از برجسته ترین استادان نظم می باشد. غزلهای او خیلی روان و خوش آهنگ بوده. بعضی از آنها با موضوع و مضمون خود غزلهای حافظ را که کمال با وی رابطه دوستی داشته است به خاطر می آورند. غزلی زیرین غم و حسرت شاعر را در یاد وطن خیلی خوب افاده نموده. با یک سلسله غزلهای خلقی تاجیکی همچون شعرهای غریبی معروفند پیوست می شود. دل مقیم کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره‌ای مسکین تنی تنها غریب. آرزومندی دیاری خیشم و یاران خیش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چه دانی حال ما، محنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از راهی کرم روزی نپرسیدی که چیست، حال زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. چون در این دوران نمی افتد کسی بر حال ما، در چنین شهری که می بینی کی افتد با غریب. در غریبی جان به سختی می دهد
مسکین کمال. وا غریبی وا غریبی وا غریبا وا غریب. دیگر از شاعران آن زمان ناصری بخارایی است. وفاتش سال 1378 که از جهت اسلوب و مضمون ایجادیات خود به حافظ و کمال نزدیکی دارد. در اشعار بزرگترین شاعران عصر 14 غالباً در غزل آنها برخلاف قصیده سرایی های رسمی کیفیت اعتراض آمیزی خلقی در شور و آشوب‌های آن به طوری روشن افاده می یافت در شکلی به خود خاص منعکس می گردید. قیمت و ارزندگی مخصوصی این غزلها و سبب‌هایی در بین خلق تاجیک شهرت پیدا کردن آنها در همین است. علم و ادب مخصوصاً در عهد سلطنت اولوغبیک رونق و رواج پیدا نمود. ما در بالا راجع به فعالیت همه‌جانبه ایجادی اولوغبیک سخن راندیم. او در حقیقت هم توانست برجسته ترین نمایندگان افکار علمی نجوم و هندسه زمان را به سمرقند جمع نماید. در سال 1428 اولوغبیک ساختمانی بینای رصدخانه بزرگی را به اتمام رسانده آن را با اسباب و آلات مکمل مجهز ساخت. این رصدخانه در ترقیات علمی نجوم آن دوره راری بغایت مهم بازی کرد. در این رصدخانه نخستین بار وضعیت یک قطار ستاره ها را مقرر کرده به توسط آن در سال 1437 جدول های نجومی که اهمیت عمومی جهانی علمی کسب نموده اند ترتیب داده شدند. باید قید کرد که این جدول ها اصلاً به زبان تاجیکی ترتیب یافته بعدها به زبان عربی ترجمه گردیدند. در آنها وضعیتی بیش از 1000 ستاره به چشم عیان و موقعی تقریباً همه شهرهای شرق اسلامی نشان داده شده است. جدول‌های نجومی اولوغبیک چی در شرق و چی در غرب در ظرف چندین عصر همچون کتابی درسی دایر به تحقیق اوضاع کواکب خدمت نمودند. اهمیت این جدول‌ها باز در همین جاست که آنها برای آموختن وضعیت علمی نجوم در میانه‌های عصر 15 منبع پرقیمتی می باشند. شما گفتاری 86 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.